تو متولد دهه 70 دیگه 74. من برنامه شما رو همیشه به عنوان فن نگاه می‌کردم، بازیگرا رو میگفتم کاش منم یه روز اینجا بشینم با آقای جیرانی حرف بزنم. کردی؟ من ترکم. نه ترکیه. تبریزی؟ من مادرم سمت باکو و تبریز میشه، مادر پدری، پدرم سراب و اردبیل. از اون مهاجرانن؟ بله، شوروی سابق از باکو و باکو. بله. اومدن و موندن اینجا. خانواده اون مهاجر باکو بود. آخه تحصیلات چیه؟ من مهندسی صنایع خوندم. چه خوب. آره، دانشگاه فنی مهندسی، ولی از همونجا رفتم تو گروه تئاتر از ترم 1 تئاتر کار کردم در کنار درسم که مهندسیم که تموم شد اومدم تهران، مستقیم رفتم پیش استاد ژاکام. شهرستان بودی؟ آره، توی قزوین درس می‌خوندم. خودم تهران زندگی می‌کردم، اونجا مدت برای تحصیلم اونجا بودم. بوین زهرا بودم که یه دانشگاه دولتی فنی مهندسی بود که الان فکر می‌کنم زیر شاخه دانشگاه بین‌الملل باشه. تو متولد دهه 70 دیگه 74. من برنامه شما رو همیشه به عنوان فن نگاه می‌کردم، بازیگر